به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده پیکر است. روایت رستم و سهراب، تراژدی خون و عشق. در تاریکخانه تقدیر، جایی که خنده های بخت به اشک می‌گراید، داستان رستم و سهراب چون خنجری بر پیکر تاریخ می‌نشیند. از آغاز بوی فاجعه در هوا بلند است. رستم پهلوان بی همتا در گذر از توران، شبی را با تهمینه شاهزاده مهتابرو می‌گذراند. گلی در یک شب شکفت و بذر مرگ کاشت. به بازوی رستم یکی مهره بود، که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتش که این را بدار، اگر دختر آرد تو را روزگار. بگیر و به گیسوی او بر بدوز، وریدونک آید ز اختر پسر. ببندش به بازو نشان پدر. سهراب فرزند خشم و اشتیاق، با شنیدن افسانه های پدر چون شعله‌ای می جهد تا او را بیابد. اما تقدیر پرده آهنین میانشان می کشد. جوانی با بازوی از آهن و دلی از مهتاب، در نبردی نابرابر رو در روی پدر می ایستد. از این دو یکی را نجنبید مهر، خرد دور بود مهر ننمود چهر. رستم ناآگاه جوان را بر خاک می افکند، زدش بر زمین بر به کردار شیر. آنگاه که بازوبند خیش را بر بازوی سهراب می بیند، جهان بر سرش آوار می شود. همی ریخت خون و همی کند موی، سرش پر ز خاک و پر از آب روی. سهراب با آخرین نفس فریاد می زند از این خویشتن کشتن اکنون چه سود. و رستم سیلابی از حسرت می شود. فردوسی در این داستان تقدیر را همچون اژدهایی می‌آفریند که عشق و خرد را می‌بلعد. رستم نماد غرور نابینا و سهراب قربانی هویتی گم شده. نبردشان جنگ شدن و نشدن است. پدری که نمی‌شناسد، پسری که نمی‌ماند. شاهنامه این تراژدی را نه تنها مرثیه‌ای برای یک فرزند، که آیینه‌ای برای انسان‌ها می‌داند. مرگ سهراب فریادی است بر بی‌عدالتی چرخش روزگار. فردوسی از ما میپرسد آیا قهرمانی که فرزندش را میکشد هنوز قهرمان است؟ به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نوبت آید به سر. یکی داستانی پر از آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم.